ببین پشت سر من سازمان صدا و سیمای شبکه البرزه، ولی تا به حال به این فکر کردی که توی یه همچین سازمانی تبلیغات دادن آیا به صرفه هست یا نیست؟ آیا اون بازدهی که میخواید رو میگیرید یا نمیگیرید؟ و به نسبت هزینه هنگفتی که باید بکنید توی همچین شبکه‌های، من نقضش نمی‌کنم ولی انصافاً به نسبت هزینه‌ای که میکنید آیا آنچنان بازدهی که باید رو میگیرید؟ اصلا آیا مردم نگاه میکنن شبکه‌های استانی الان یا نه سرشون تو گوشی و اینستاگرام و سایت‌های مختلفه؟ بهترین کار برای تبلیغات اینه که شما یه تیزر تبلیغاتی تر و تمیز تهیه بکنید، حرفه‌ای، و بارها اونو تو شبکه‌های مختلف مجازی، اینستاگرام، سایت‌های مختلف بدید برای تبلیغات. این میتونه با همون مقدار هزینه، چه بسا خیلی کمتر، تبلیغات شما رو چندین برابر بیشتر، اثرگذارتر و پرسودتر برای شما رقم بزنه. حالا اگه برای ساخت تیزر تبلیغاتی تو کرج خدمات خواستید، کپشن رو بخونید. در خدمت